شما بینندگان عزیز، امیدوارم که هر جای این کره خاکی که هستید حالتون خوب باشه. من دانیال هستم با سری برنامه‌های گام بعدی در خدمت شما عزیزان به همراه خواهر لویز مخوف عزیز. خواهر لویز واقعا باعث افتخار کنار شما خدمت کردن. ممنون که تشریف آوردید و با هم میتونیم این خدمت رو انجام بدیم. اگر عرض سلامی دارید خدمت بینندگان بفرمایید. تشکر میکنم دانیال جان. بله، خدمت بینندگان عزیز که 100% سلام گرمی دارم. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت هستید و این ساعت و دقایقی که با هم دیگه هستیم مطمئن هستم که از وجود هم دیگه لذت خواهیم برد. منم همینطور، واقعا باعث برکتید شما. بله، ممنون. چه در داخل برنامه چه خارج از برنامه وقتی با هم صحبت میکنیم واقعا از شما برکت میگیریم. ممنونم. میخوایم در این سری از برنامه ها در رابطه با معجزات عیسی مسیح صحبت کنیم، اما قبل از اینکه وارد تک تک این معجزات بشیم میخوایم که یک آیه‌ای هست از یوحنا، چند آیه هست از فصل 2، اولین معجزه عیسی مسیح در عروسی رو با هم بررسی کنیم که تبدیل آب به شراب هستش. انجیل یوحنا فصل 2 آیه 1 تا 12. روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی نیز در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. چون شراب کم آمد، مادر عیسی به او گفت دیگر شراب ندارند. عیسی به او گفت بانو، مرا با این امر چه کار است؟ ساعت من هنوز فرا نرسیده. مادرش خدمتکاران را گفت هر چه به شما گوید بکنید. در آنجا 6 خمره سنگی بود. برای آداب تطهیر یهودیان به کار میرفت و هر کدام گنجایش 2 یا 3 پیمانه داشت. عیسی خدمتکاران را گفت این خمره را از آب پر کنید. پس آنها را لبالب پر کردند. سپس به ایشان گفت حال اندکی از آن برگیرید و نزد میهمانان ببرید. آنها چنین کردند. میهماندار نمیدانست که آن را از کجا آوردند، ولی خدمتکارانی که آب را برگرفته بودند میدانستند. او چون آب را که شراب شده بود چشید، داماد را فرا خواند و به او گفت همه نخست با شراب ناب پذیرایی میکنند و چون میهمانان مست شدند شراب ارزانتر را میآورند، اما تو شراب ناب را تا این دم نگاه داشته ای. بدین سان عیسی نخستین آیت خود را در قانای جلیل به ظهور آورد و جلال خیش را آشکار ساخت و شاگردانش به او ایمان آوردند. سپس با مادر و برادران و شاگردان خود به کفرناهم رفت و روزهای چند در آنجا ماندند. اولی معجزه عیسی، یه مقدار نکات کلیدی در این معجزه هست که قابل توجه، خوبه که با همدیگه این مسائل رو بررسی بکنیم. ما صبرانه منتظریم بشنویم. ممنون. توی این معجزه ما میبینیم که عیسی خدای کیفیته. کاری که اینجا انجام میگیره از چندین و چند جهت بسیار قابل توجه از نظر علمی. میبینیم که ما اون کیفیت آب رو که میدونید فرمول آب H2O بله، اکسیژن و یه دونه اکسیژن. این ساختار مولکولی آبه. ساختار مولکولی شراب اتیل استات، اسید استیکه و اتیل الکل. این دوتاست و ما میبینیم که در این ترکیبی که به اصطلاح انجام شده هیچی هیدروژن یا اکسیژن یا الکل و اسید از این یکی تو اون یکی نیست، از اون یکی تو این یکی نیست. یعنی کامل از نظر ساختار مولکولی کیفیت رو کامل تغییر داده. یه چیزی که درش قابلیت الکل نیست چون اسید استیک توش نیست یا اتیل نیست توش و این تبدیل شده به یه چیزی کاملا جدید. این خودش نشون میده که عیسی خدای کیفیت، میتونه ماهیت و کیفیت رو عوض بکنه. مضاف به این که برای اینکه شراب به عمل بیاد یک زمان تخمیر، یک پروسه به اصطلاح الکل شدن لازم هست. ما میبینیم که این معجزه نشون میده که عیسی نه تنها کیفیت رو، ماهیت رو عوض کرد، بلکه سرعت و اون مرحله تخمیر رو هم اصلا فاکتور گرفت. به قول خودمون میبینیم پروسه این نیست اینجا و این واقعا از نظر معجزات مسیح یکی از اون، البته همه معجزات در نوع خودشون بی‌نظیر هستن، ولی این یکی یه چیز میگم علمی بسیار عمیقی درش هست و نشون میده که عیسی چه خداییه.
قادر مطلق. چه خداییه. بله، ما در واقع شروع این، همونطور که خوندید، شروع این معجزه میبینیم این درخواست مریمه که این معجزه رو انجام بده. ما نمیبینیم که خود عیسی پیش قدم بشه. اینجا مادر عیسی هست که پیش قدم شده. میبینیم که مریم با نحوه عکس العملش نشون میده که از اون شخصیت هاست که نه براش جواب نیست، جواب نه رو نمیپذیره. بعد به خدمتکاران چی میگه؟ میگه هرچی به شما گفت بکنید. این جمله چی رو نشون میده؟ این جمله نشون میده چه شناختی از عیسی داشت به عنوان پسرش. درسته این معجزه در ابتدای خدمتش بود و اولین معجزش بود، ولی من فکر میکنم مریم معجزاتی تو خونه ازش دیده بوده. دقیقاً. که خیلی راحت برمیگرده میگه که هرچی به شما گفت بکنید. حتی یعنی خود مسیح نگفت به شاگردا بگه برید خمره ها رو آب کنید. نه. اون فقط گفت وقتی هنوز زمانش نرسیده. آره، اون از خودش انقدر از این اطمینان داشتش، بله. میشناخته، شناخت ازش داشت، اون خودش گفت و روی مادرش رو زمین نزد. نه. البته جوابی رو که عیسی به مریم میده تو ترجمه های قدیمی تر به اصطلاح کلمه این کلمه است. میگه ای زن مرا با تو چه کار است. بعد بعضی از این مفسرین قدیم این فکر رو میکردن که عیسی یه جورایی تند و تیز با مریم برخورد کرده، ولی ما میبینیم که توبیخ نیست، چون اگه توبیخ باشه موردی برای توبیخ نبود. توبیخ زمانیه که بی ایمانی باشه، در حالی که اینجا ایمان بزرگی حاضره. ایمان مریم ایمانی اینجا حاضره که اتفاقا قابل تشویق تا توبیخ. بعد که به اصطلاح خب به اون زبان اصلی ترجمه دقت کردن به اینکه حقیقتا منظور عیسی چی بوده، بیشتر در واقع ما میبینیم که یک احترامه و ترجمه‌ای که شما خوندید این ترجمه کاملا درسته، چون که برمیگرده میگه که ای بانو. در واقع اون زن، اون کلمه ای زن مرا با تو چه کار است، تو ترجمه اصلیش، تو معنی اصلیش اینه که ای بانو من هنوز وقتم نرسیده، با من چی کار داری؟ یا در حالی که مثلا اگر بی‌ادبی بود، اگر توبیخ بود، عکس العمل مریم اینو نشون نمیده، چون میبینیم مثلا بهش بر نخورده به عنوان مادر، چون فرهنگ زمان چیزی نبود که پسر بخواد با بی‌ادبی با مادر صحبت بکنه، نیست. و بعد میبینیم عکس العمل مریم اتفاقا با یک شهامت خاصیه، با یعنی بس خلافه، توبیخ نیست اینجا اتفاقا. تو اون متن یونانیش این یک کلمه مؤدب، همونطور که گفتم در بعضی از ترجمه های قدیم شاید اونطوری که باید ترجمه نشده. این در واقع داره میگه که یه جمله رایج زمانو داره استفاده میکنه، بار منفی نداره. درست. جمله عیسی به زبان امروزی داره اینطور میگه خانوم بذار وقتم بشه، بذار من به کار خودم تعیین. اینو داره میگه بهش. به نظر منم اصلا همچین طوری نیستش. چطور میشه که پسری که در کنیسه در راستی بله. در تعلیم خدا رو گرفته، بله. بعد روح قدوس خدا در رحم مریم مقدس بله. قرار گرفته و این پسر بزرگ شده، در قامت خدا قد کشیده، بله. بزرگ شده، بعد بیاد به مادر خودش بی احترامی بکنه. اصلا هم بله. انقدر برای او احترام قائله، بله. انقدر برای او احترام قائله که حتی حرف مادرش رو زمین نمیزنه. بله. بگه نه من این کار میتونست بگه نه نمیکنم. آره. همونطور که الان زمانش وقتش نرسیده نیست. الان وقتش. آره. یه بار بهت گفتم، برای بار دوم میگم نمیشه. آره. ولی انقدر براش عزیز بود این مادر. بعد کدوم پسری که مادرش چیزی ازش بهش بگه که نه مامان جان نمیتونم. خیلی جالبه. اصلا میبینیم که مریم هیچ دقت نمیکنه به حرف عیسی. مریم جوابش اینه، میگه هر چی به شما گفت. خادمین داره میگه، به نوکرها اونجا برمیگرد میگه هر چی به شما گفت بکنه. قشنگ مشخص اون رابطه خیلی صمیمی بین مادر و پسر. خب ترجمه های قدیمی بود، خدا رو شکر الان تو ترجمه های جدید ما چیزای زیادی یعنی بیشتر اطلاعات بیشتری هست و ترجمه قوی‌تر و صحیح‌تره. خب زمانی که من به اصطلاح شروع کردم کتاب مقدس رو خوندن هنوز این ترجمه ها در نیامده بود و
پیش اومد، من از بالای منبر شنیدم واعظینی که اینو به عنوان این میگفتن ای زن مرا با تو چه کار، یک حالت توبیخی بوده، در حالی که اصلا زبان اصلی اینطور نبوده. ما نمیبینیم که عیسی اصلا در جای مطلقا نمیبینیم در بی احترامی با مادرش صحبت بکنه. ما تو این مکالمه اون چی رو که میبینیم که هر دوتا، هم مادر هم پسر، دقیق منظور همدیگر رو فهمیدن و آگاهی کامل از یکدیگه دارن. چیزی که اینجا عیسی میبینه سایز ایمان مریم رو میبینه، اون بزرگی، عظمت، اون اعتماد به نفس ایمان مریم رو میبینه. سوالی که شاید من و شما بتونیم از خودمون بپرسیم الان، برگردیم بگیم که آیا واقعا عیسی ایمان منو باور میکنه؟ چطور ایمان مریم رو باور کرد؟ آیا حقیقتا سایز ایمان من به جایی هست که دقت نکنم بگم که حالا وقتم نرسیده؟ آیا میتونم برگردم به یکی دیگه، به اون کسی که هرچی به شما گفت انجام بده؟ این قوت و این دانش و آگاهی که ما میبینیم مریم از به اصطلاح شخصیت، هویت عیسی داره، و یا اینکه دانش و آگاهی که عیسی از ایمان مریم داره، خیلی جالبه. این خیلی شناخت کامله که این شناخت همیشه در ایمان در رابطه به وجود میاد و در رابطه است که رشد میکنه. دقیقاً. میدونسته که چه کسی رو داره حمل میکنه، بعضی حمل میکنه. از روح القدس پر بوده، از روح القدس حامله میشه. اصلا نمیشه بهش فکر کرد. به نظر من اینو برای ما نوشتن که ما متوجه بشیم. من موقعی که مادرم بود اصلا بعضی مواقع باهاش صحبت نمی‌کردم، با نگاه من از نگاه اون میفهمیدم که الان نگاه میکنه، الان منظورش چیه، که الان این کار انجام بدیم، چی بگه. یا بالعکس، وقتی آدم طرف مقابلش رو میشناسه یا با همسرش هم زندگی میکنه، با نگاه یا با بچه خودش نگاه میکنه، دخترم کاری انجام میده، من نگاهش که میکنم متوجه میشه که الان کار درسته یا غلط. اما این بحث ادامه خواهیم داد. شما فکر کنم یه کمی خسته شدید، یه استراحت کوتاه بکنیم، خیلی زود برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. خوش اومدید عزیزان به برنامه. بعد از استراحت کوتاه در خدمت شما عزیزان هستیم با سری برنامه‌های گام بعدی و در این قسمت در رابطه با معجزات عیسی مسیح صحبت می‌کنیم. صحبت این برنامه ما در رابطه با معجزه تبدیل آب به شراب در عروسی هستش که عیسی مسیح انجام داد. خاله لوئیس بی‌صبرانه منتظر ما بقیه ماجرا و مکاشفاتی هستیم که آره خیلی تو جای هیجان انگیزی هم. بله همینطوره. گفتیم که شناخت مریم از پسرش کامل بود و اینم گفتیم که ایمان در رابطه به وجود میاد و در رابطه است که رشد میکنه. ایمان مریم در این رابطه انقدر رشد کرده که عیسی متوجه سایز ایمان مریم میشه. میدونه مریم که پسرش میتونه و این قدرت رو داره. سوالی که من و شما به عنوان والدین میتونیم از خودمون بپرسیم، پدر مادر، حقیقتا ما از بچه هامون همچین شناختی داریم؟ آیا آگاه هستیم به توانایی ها، به قوه عظیمی که در بچه هامون نهفته است؟ آیا واقعا میدونیم، میشناسیم و باور میکنیم توانایی های بچه های ما؟ واقعا خیلی مسئله است. خب البته برای مورد عیسی ما میبینیم خب یک شواهدی هست که عیسی خودش رو داره نشون میده. ما خب الان نیست که مریم با قوه معجزه‌گری عیسی رو باهاش روبرو شده. در سن 12 سالگی وقتی که با قافله میرن برای معبد و مراسم برای عبادت میرن و برمیگردن، میبینیم که عیسی باهاشون نیست تو قافله و اینا میرن، تازه متوجه میشن که
عیسی تو قافله نیست و میان میبینن که داره توی معبد، با بالاخره پیداش میکنن، میبینن که تو معبد مثل یک عالم مذهبی با بزرگان مذهبی، با عالمین مذهبی داره مباحثه میکنه و اونجا میگه که جمله‌ای که بعد اینکه اینو تحویل برمیگرده میگه چرا منو باباتو نگران کردی و اینا، اونجا هم برمیگرده میگه من به کارهای پدرم باید مشغول باشم. عیسی آگاهی داره و میدونه خودش کیه و اونجا مریم میدونه عیسی که چرا. برمیگرده میگه که تو این آیه هست که میگه مادرش تمامی این امور رو در خاطر خود نگاه میداشت و میگه عیسی که شما به این اشاره کردید، میگه عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی میکرد. یعنی هی داره شکوفا میشه، دارن میشناسنش، داره شناخته شده میشه، قابل چی میگن معروف شده و مریم اولین کسی که به این مسئله به اصطلاح دقت میکنه. ما تو شروع این مطلب رو که خوندید میبینیم که میگه که روز سوم، ما یه باب قبل اون قضیه مکالمه فیلیپوس و عیسی هست و این مکالمه ما میبینیم در ناحیه اردن صورت میگیره. بین اردن تا به قانای جلیل برسن 2 روز راهه. پس میبینیم که 2 روز طول کشید که عیسی از اردن به قانا برسه، که این نشون میده که اون کسی که عروسی به اصطلاح بوده به احتمال زیاد از آشنایان بوده که اینا 2 روز راهو صرف کردن با شاگردان و شاگردان هم دعوت بودن، عیسی دعوت بود و این نشون میده که یک خبرایی هست اونجا، چیز یعنی یک نزدیکی جزو اقوام لینکی است. بله اونجا. خب البته مراسم عروسی اون زمان، خب این در زمان فلسطین آن زمان داره صورت میگیره. فلسطین تحت سلطه امپراتوری روم بوده و این عروسی طبق رسم اون زمان صبح زود شروع شده و همیشه این مراسم هم در منزل داماد برگزار می شد. خب صبح زود و بعد طبق مراسم اون زمان چند روز طول می کشید. اینطور نیست مثل حالا یه چند ساعتی باشه، اینطور نبود. عروسی ها چند روز طول می کشیدن. ما می بینیم در مراسم عروسی اسحاق با رفقه یا ربکا یا مثلا یعقوب با لیه و راحیل، ما میبینیم که زمان میبره و طول میکشه، مثل امروز نیست که امروز چند ساعته باشه. خب برای مهمونی اون زمان، برای خونه دوماد، اتمام شراب یک باعث خجالت بود، باعث بله خجالت آور بود. کجا ما اینم اون حس مسئولیت مریم در مقابل خجالتی که میزبان داره میکشه، فامیل به اصطلاح، این حس مسئولیت مریم نشون میده که وقتی شراب تموم شد که در واقع داماد از نزدیکانه، از آشنایانه و انتظار مریم از عیسی به عنوان معجزه‌گر در واقع یه چیز نامعقول نبود. ازش انتظار داشت برای فامیل یک کاری بکنه، برای داماد، برای خانواده، برای آشنا یک کاری بکنه. بس بنابراین چیز نامعقولی نبود، مخصوصا بر اساس اون چیزایی که مریم از عیسی در مورد نبوت‌ها، پیشگویی‌ها، چون خودش از خانواده لاوی بود، از مریم خودش از خانواده مذهبی و کهانت می اومد، بنابراین آگاهی داشت به این، چون میدونست پس نامعقول، چیز نامعقولی نخواست ازش. ما تو آیه 6 که خوندید راجع به 6 قدح سنگی صحبت میکنه. البته شمارش قدح‌ها و این جزئیات ریز نشون میده که یوحنا به عنوان شاگرد عیسی که تازه خود یوحنا هم از فامیلین عیسی هست، اونم توی این عروسی حضور داره، چون داره خیلی با دقت مینویسه، جزئیات رو داره میده. طبق رسم غذاخوری اون زمان هر یهودی باید اول دستاشو قبل از غذا میشست. یکی از ایرادایی که به شاگردان عیسی گرفتن این بود که تو مزرعه چرا اول دست نشستن و گندم رو خوردن. اینا گندم رو اینجوری میکردن و میخوردن. من فریسی‌ها به اون ایراد گرفته بودن. در حال این رسم بوده که
قبل از غذا باید اینو دستاشونو میشستن. ما میبینیم که این گنجایش سایز این قدح ها، به اصطلاح گنجایش این قدح ها میگه 2 یا 3 کیل که در واقع به زبان امروزی بگیم بعضی از مفسرین میگن بین 20 تا 30 گالون بوده. حالا خب ما گالون آمریکایی داریم، گالون اروپایی داریم، به چی بوده نمیدونیم، ولی هرچی هست بزرگه. قدح‌ها بزرگ برای طهارت گذاشته شده بوده و برای اعضای خانواده بوده. ما میبینیم که عیسی میگه این قدح‌ها رو حسابی، این بشکه‌ها رو از آب پر کنید. خوب میگه پر کنید و لبریز کنید. میبینیم اینا لبریز کردن. دلیل داره. اینجا 2 تا نکته ظریف وجود داره. یکی اینکه اولا گنجایش اینا خیلی زیاده. ببینید سایز معجزه رو میخوام بگم. اولا گنجایش این قدح ها خیلی بزرگه. دوم اینکه لبالب اینو از آب پر کردن که هیچ جایی نباشه کسی بتونه یک ماده شیمیایی بهش اضافه بکنه اینو تبدیل به شراب بکنه. عیسی حواسش هست، میگه که انقدر از آب پرش کردن لبالب که جای تقلب توش نباشه. این تهمت رو بهش نزنن که تو تقلب کردی، خالی نبود که چیزی بخواد اضافه بشه. پس میبینیم که در این 6 قدح که جمعاً حدس میزنن بین 106 تا 116 گالون آب میشه، بستگی داره البته کدوم گالون کدوم کشور رو ما محاسبه کنیم. یه نکته کلیدی وقتی که اونجا آب پر میشه هست. عیسی برمیگرده تو آیه 8 به شاگردان میگه حالا، میگه الان اینو ببر. این کلمه الان دقیقاً زمانیه که همه آب هر 6 قدح تبدیل به شراب شده. قبلش نبرده، در حین ریختن نگفته ببرید، که مثل معجزه 5000 رو چیزی که 5000 نفر، بیش از 5000 نفر، این معجزه در دستای شاگردا زیاد شد. این اونطوری نیست. اینجا میبینیم میگه الان، حالا اینو ببرید پیش صاحب میزبان، به اصطلاح صاحب مجلس، برای اینکه دقیقاً این همون زمانیه که آب به شراب تبدیل شده. ما جواب رئیس مجلس رو بعد از نوشیدن این میبینیم خیلی جالبه. معمولاً وقتی که به اصطلاح شراب زیاد وقتی مصرف میشه، این یک سیستم علمیه، یه چیزیه که جزء بیولوژی بدن ما، ساختار بدن ما. وقتی که شراب زیاد و میزان الکل شراب بعد از چند گیلاس نوشیدن حس چشایی ضعیف میشه، سر میشه و ما میبینیم که اینا وقتی شراب زیاد مصرف کردن، اون قوه چشایی در واقع باید کمتر حساس می بود و طعم رو میبینیم که بهتر تشخیص داده صاحب مجلس. پس این نشون میده که کیفیت این شراب چقدر بالا بوده، چقدر عالی بوده که این رئیس مجلس بعد از این که حالا مثلا تمام این چند روز خوردن و نمیدونم نوشیدن و فلان و اینا، این تازه تونسته فرق رو بفهمه با اینکه زبانش حس چشاییش رو تقریبا از لحاظ کیفیتی چقدر با شرابای معمول زمان فرق داشته. ما چیزی که صحت میذاره به این مسئله، برخلاف این شایعاتی که به اصطلاح هست، میگن که عیسی در بچگی هم معجزه میکرده، هست یه صحبتایی هست که میگن این همیشه نه. برخلاف این شایعات ما تو آیه 11 میگه که این ابتدای معجزات بوده که در به اصطلاح شروع خدمتش اینو انجام داده و اولین معجزه. بله، نکته جالب اینه که خیلی هم در این معجزات اغلب ما میبینیم این جمله تکرار میشه، میگه شاگردا بهش ایمان آوردن. خب البته اینجا چون اولین معجزه بوده این رو ایمان آوردن، ولی ما در صحنه تعمید عیسی میبینیم که شاگردان میشنون که صدایی از آسمان هست که میگه که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. پس یه فرقی رو اینجا احساس میکنن. باز ما در آیه مثلا همون آخر آیه 11 میگه که شاگردا بهش ایمان آوردن. ما میبینیم که 3 بار تو همین باب اصلا این جمله تکرار میشه که همین نشون میده که دیدگاه یوحنا به عنوان شاگرد عیسی چی است. پس این یه چیز عمومی بوده. حقیقتا چندین و چند نکات کلیدی در این معجزه هست که اگر بخوایم جمع بندی بکنیم میخوایم بگیم که اولا عیسی معجزه رو کرد، منظورم خودش پیش قدم نشد برای این چیز، با اینکه داماد از آشنایان و از نزدیکان بود پیش قدم نشد، برای اینکه فکرش در این بود که او هنوز وقتش نرسیده. ما میبینیم که سایز ایمان مریم چقدر بزرگه که
نگاه به جواب نه عیسی نمیکنه، به خادمی میگه که پرش کنید. و بعد نکته دیگه این که اولا سایز این قدح ها، این بشکه ها بسیار بزرگه و این همه آب بدون اینکه پروسه تخمیر شدن رو انجام بده، بدون اینکه از تازه آب انگور باید باشه، این کیفیت شیمیایی بدون پروسه و همونطور که گفتم لبالبه، لبریز، یعنی جای تقلب نذاشته و این اصالت، این خالصی، خلوص این معجزه و سایز ایمان مریم، سایز جواب عیسی به ایمان مریم بسیار جالبه که از همین ایمان ما می‌بینیم شاگردان ایمان میارن. این نکات کلیدی این معجزه بسیار هستش. پربرکت بود. بله. میخوام که شما بیننده ها رو به چالش بکشم. عیسی مسیح معجزه انجام داد برای فامیل های داماد که فامیل های مادرش بودن. امروز شما وقتی به عیسی مسیح ایمان میارید برادر او هستید. خودش پیش قدم نشد برای اونها، ولی من ایمان دارم که عیسی مسیح برای شما پیش قدم میشه. اگر جایی هست در زندگیتون به مشکل میخورید، احتمال اینکه آبروتون بره جلوی جمع و یا هر اتفاق دیگه، هر چیزی که میتونید فکر بکنید، آیا با این ایمان از عیسی میخواید مثل مریم که برای شما وارد زندگیتون بشه و آبروی شما رو بخره؟ دعوت میکنم شما عزیزان رو با ایمان از او بطلبید. مرسی لوئیس جان. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا درود دیگر. بدرود.